یک عملهای بسیار بدبختانه است. در هیچ کشوری دنیا شاید به این اندازه نباشد، در امریکا و در اروپا، البته کشورهایی که انسانها راهبرند. ولی متاسفانه در جامعه ما فکر میکنن که راهبر کشور تمام او راهبر کشور است، باید او را همو ستایش بکنی و باید سجده بکنی. او راهبر کشور است، شهروند همین کشور است. 5 سال 10 سال مسئولیت داره، راهبری میکنه، هم زندگیش درست میکنه، هم زن و بچه‌ش هم میخرونه، هم راهبری میکنه. چطوره که یک راهرو مسئولیتش همون رفتن راه است، راهبر کشور مسئولیتش اداره دولت است. ای وظیفه که رفت تمام دیگه، شرط نیست که باید او یک نفری باشه که تمام خداش بگوی. نه، ولی در ما تو زدی سیاست پیشوای ملت گپ زدی. خب بعد گپ زدم. بعد دیگه نمیشه که همه باید پیشوای ملت دوست بداره، همه باید رحمانوف دوست بداره. خب من دوستش نمیدونم، اون نفر دیگه دوستش نمیداره، اون نفر زیدی سیاست شد. چی باید کرد؟ نباید توی درجه برای مردم زور که انا سیاست پیشگرفته خردمندانه پیشوای ملت، سیاست پیشگرفته خردمندانه پیشوای ملت، سیاست در جانم زدی قضیه سیاست خردمندانه‌تون. چه دیگه گپ نداره. اخبار ایمانی هدایتکارانه سیاست خردمندانه هدایتکارانه پیشوای ملت، سیاست خردمندانه هدایتکارانه خردمندانه پیشوای ملت. خاک تو سرتون، دیگه برنامه ندارین، دیگه گپ ندارین. جای میره سیاست خردمندانه است، سیاست خردمندانه است، سیاست خردمندانه. همه دکی خوب. در یگام کشور دیگه همین گپ هم افسانه هم سمسته هست. راهبری کشور شدن گفته تمام باید او را بلسی بخری، سری دلش خدی راهبری کشور است. 10 سال راهبری استغفرالله. دیگه چی باید مردم تمام راهبری کشورها رو؟ نه بچه، این گپ نیست. در دنیا ترقی دنیا پیشروی است، دنیا به اندازه پیشرفته است. مردم در یک مفکوره دیگه زندگی داره. اینو چرا زیدی سیاست خردمندانه پیشوای ملت گپ زد؟ اوش چرا زیدی خردمندانه سیاست پیشوای ملت گپ زد؟ اوش چرا ایتکر؟ اوش بچه حق داره گپ زنه، آزاد از جامعه. در یک جامعه آزاد فکرها گوناگون است، اندیشه ها گوناگون است. دلیل اومالی زیدی سیاست خردمندانه گپ زد، ذوقی بگ زیدی سیاست خردمندانه گپ زد. نمیدونم اوش کارگری اپراتیو نگاه نکرد، نمیدونم اوش پلیس زد. چرا پلیس یا زنه چند روز پیش زد؟ چرا از کار کسی را نگرفتند؟ عبدالله غربتی گویا خطی پلیس جنگ شده است، رفت حالا در بازپرسی است، نامعلوم در کجا است. چرا پلیسی که در اسپیتامین زن زد میخواست که بدون کدام جلسه زدنش تحقیرش کرد، در بیمارخانه بود، چرا هیچ کاری استعفا چرا کسی زندان نشد، دو ماه بازپرسی نشد؟ ولی کی باید دلیل عملی یا که عبدالله غربتی برای که پلیس گوش نکرد یا که پیر محمد زاده نمیدونم کارگر اپراتیو گوش نکرد، باید او برای در بازپرسی. چی دنیا قانون شما یگام فرمت از زندگی میکنه؟ کدام بقای زوره او پیش میدره، کدام خری ماده‌ای که لنگیده از اون خفاست چی گپین؟ بچه دیگه همون زور قدرت داره، نیرو داره، کسی را میخوای نابود میکنین. دیگه در کشور حق کسی حق زندگی نداره. یک اوغل خانه ساختین برای این ملت، یک حیوان خانه تبدیل داده، خوک خانه ساختین. کسی که زورای بقای او گاره نداره، تا جان قدرت داره، گپش میگذره و زندگی کنه. کسی بیچاره فقیر مظلوم وقت زندگی نداره، او را بزنین، او را تجاوز کنین، او را بازپرسی کنین. ها فلانی بچه‌اش در آلمان گپ میزنه، هفت پوش برین بازپرسی کنین. رو تونه سیاه کنه، یک گ خوردین اخی. کدام قانون گپ میزنین؟ تو زن و بچه و کودک و نویره و همسایه و هم دیارش بر بازپرسی کن. برای چی؟ کدام قانونی پدنالت زایدگی شما میگه گپ به ناموسو؟ کدام قانون؟ از کدام کودکس گپ میزنی برای ملت شما؟ برای چی؟ برای من 1000 پشتی من باید جواب بده. برای چی؟ قانون تو برای فلان تو نه، برای گجای قانون کودکس نویسه شما اسنادی شما امضا مونده برای چی است؟ چرا باید برای من، برای وای، برای فلانی 7 پشت جواب بده؟ چرا برای اشور باید برادر اشور جواب بده؟ نمیدونم اما و نمیدونم خلا و همسایه اشور برای چی؟ گجا ده گفتگی، گجا ده کدام قانون است؟ انا زیدی سیاست خردمندانه نو گپ زدم مگه نگارم اگر زیدی خردمندانه و بی خردمندانه جنابی عالی پیشوای ملت استغفر الله الرحمن فوت گپ زدم من نگارم اگر گناه هست، اگر جنایت هست. 7 پشتی من، 7 پشتی او، 7 پشتی دیگه چی گناه داره؟ چرا باید بازپرسی شود؟ چرا 4 سگ ششدگیان رود باشون در سر کیفشون تمام. خب خودشون تب بود، خودشون شو تبشون وزیر است، حقی گپ زدن نیست. معامله نمیدونم معامله شون همراه مردم مثل سگ و بیشک. ای مردم کم ترک قانون رو رعایت کنید. خودتون وقتی من از قانون گپ میزنید سیاست خردمندانه میگه خودتون قانونی تجاوز شدتون رو رعایت بکنین.
بعد بیاین از زبان قانون گپ زنی، یک کس به قانون ظلم بکنی. 4 تا ابله را رتبه میتین، سری میشینن در کابینت، تمام. کسی را بخوان، چیزی را بخوان، چی حرفی میگن، اجازه دارن. نه دنیا به دروازه نیست. با خدا قسم یک روزی نظام برهم میخواد. شما هم زن و بچه دارین، شما هم فرزند دارین. ای مردم، با خدا قسم من در این شک ندارم. نظام استالینی برهم خورد، میفهمین؟ نظام هیتلری برهم خورد. چی شما میخواین که با یک 4 چوپان دولتداری کنین؟ و والله قسم روزی میرسه که با خدا قسم سگ بر این جواب میتین. اگر دنیا ببخشتونه، اگر دنیا ببخشتونه، مطمئن باشین یک روز نه یک روز هیچ وقت هم تا اروپا و آمریکا گرفته نمیتونین. هیچ وقت زن و بچه‌ت گرفته نمیتونن. مطمئن باش. هر چی که کردی امورا میگیرین از این ملت. هر چی که کردین اون را میگیرین. از اون ده چند برابر بدتر که تاریخ هیچگاه در دنیا اثبات نداشته باشه این نموده که برز مقابل شما مردم میکنند. حتی تاریخ هیتلری، تاریخ استالین حتی یادش نیامده باشه این نمود ظلم که در حق شما مردم بکنن. شما بازی دارین؟ انا میخوام، من امیدوارم ان شاء الله که این ملت سربلند بشود. ولی مطمئن باشین که تاریخی که استالین و هیتلر و نمیدونم هزار کس دیگه گذران، این همون ظلمه که مردم بالای شما میکنه باید یاد نداشته باشه که برای 100 نسل بعدی این ملت این باید یک اسعار باشه، یک حجت باشه که بدونه که هر کسی که در مقابل ملت ظلم میکنه این همیشه ظلم میبینه. باید این چیز اثبات شود در تاریخ. شما دوره به ناموس مردم بازی دارین. برای یک کس گپ میزنه زیر پیشوای خردمندانه گپ زد، 7 پشتش باید جواب داد. خوردین. مطمئن باشین این نظام برهم میخوره. این نظام برهم میخوره. با او 4 بیسواد شما امر نمیرین. ولی بدون باز هم میگم، اگر 1000 بار تکرار شما میگم که ظلم را این ملت بالای شما کنه که تاریخی 100,000 ساله یاد نداشته باشه، که براتون درس شوه، برای بعدی کسی که ظلم میکنه برای ملت درس شوه. دیگر بس از ما ملتی فرهنگ دوست، ما ملتی بخیر، ما ملتی نمیدونم. نه، تاریخی چیزا باید اثبات کنه که یک سال 4 به ناموس 4 تا 10 مرده رتبه‌دار اومدن چه بالای ملت ظلم کردن. وقتی مردم سربلند شد برای یا چی گونه ظلم روا دادن که نمیدونم ظلمی تیمور ملیک و نمیدونم ظلمی تیمور لنگ و دیگر مغول و هیچ ظلمی نباشه به اندازه‌ای که شما حس بکنین، شما احساس بکنین در وجودتون، در خونتون احساس بکنین که چی گونه ظلم از بالای سر شما. و این راه کی را میخواین شما از بین بردن؟ کی را میخواین که باید شما خاموش بکنین؟ با زندان کردن و با فشار آوردن راهی حل است؟ با 4 10 مرده را راهبر ماندن و در یک کمیته و در یک نهاد وزیر و رئیس و گنرال ماندن و مفتش ماندن فکر کردن راه حل میشه و تمام؟ نه، این چیز دوام داره. این راه دوام داره. 100 تا اگر ما را بشکنه 100 تا دیگه میبیو که بنام خدا قسم به اندازه دو چند مبارزه میبره که زن و بچه‌هاتون یاد نداره مبارزه را. بازی کنین. چند قیمه خوین، چند قیمه خوین به این ملت بازی کنین، چند قیمه خوین ظلم کنین، چقدر میخوین 10 عبدالله و 10 دلیر و 10 پیر محمد زاده و ذوقی بیک و 10 پدر و مادر مبارزه برای زندان کنین. ببرین. هرچند میبرین همون قدر انرژی زیاد میشوه. من شما را 10 بار پیام داده بودم که ای با خودم کار بگیرین یا با همون نزدیکترام کار بگیرین. چقدر باید نروین که از این زیاد میشوه، نروین که غرور شجاعت زیاد میشوه. نه، میبینین وقتای آخر درا سر رو دستین نمود چطانه. نه لجام درا سر رو دستین. چی خاموش؟ برین یکان جای دیگه افسانه‌تون نقل کنین که های بس کنین که این کارا بس کنین. بیاین خاتمه گپ زنین. بیاین خواب کو پدر رو میبرین، مادر رو میبرین، برادر رو میبرین کو خواب دیگه چیزی عادی است. ولی از او بیرون نروین. مونه که همین راه در حال هستیم. همین خبونه که اگر در یک هفته یک بار گپ میزنید، در 2 هفته یک بار. ولی از این زیاد شد بدونین که در 2 هفته 2 بار میشه، در 1 هفته 2 بار میشه. از این زیاد شد در 1 هفته 3 بار میشه. از این شده در 1 هفته 4 بار میشه، 5 بار میشه، 6 بار میشه، 24 ساعت میشه. او وقت بعد فایده نداره دیگه.
تصور کنید 24 ساعت لایو 24 ساعت درد شما رو مردم میگه 24 ساعت شما رو مسخره میکنه 24 ساعت صحنه سیاست میجوشه مردم گپ میزنه او وقت چیکار میکنین کی را میبرین چی فایده میگیرین همین کار کردین زورتون همین رسید نت دیدین که نمیشه خاموش کرده بیاین راه حل شما گفتم سلاح هست در مقابل من است یک تیر است تمام دیگه راه نیست دیگه پیغام فایده نداره بیاین این را استفاده برین خاموش بودن این سلاح شما است تمام من یک زنی بیچاره را خنده مرد یک کسی که در بستر مریض است او را پشت را میکنین میبرین او را داشنو میکنین همین خستگین فکر کرده که یک روز زنی ترام همین خیلی میکنن مادری تر به همین اصول مردم دعوت میکنه و شکنجه و عذاب میکنه فرزندی دختری تر همین خیلی عذاب میکنه یا فکر کردین که دنیا بسویی بس فکر کردین همین خیلی یک عمر میروین امروز احوال دیرجوی دنیا را دیده سین کسی که گرینی بود سیستم ها لرزیده است خب لرزش سیستم ها بس شما وابسته است شما را میلرزید فکر کرده سین